سلام به دوستان عزیز. با بازی مونتن در خدمتشم. این بازی یک بازی بسیار قدیمی و جذاب و تاریخیه که من حدود 954 ساعتی که پلی تایم دارم و واقعا لذت میبرم از این بازی. برای سیستم های خیلی ضعیف هم پیشنهاد میشه. حتی یادمه که با کارت گرافیک آنبورد مین بوردم قشنگ این بازی رو من اجرا کردم و لذتشو بردم. بخش داستانی داره، میتونید بخش داستانی رو شروع کنید و مشهور بشید، قلمرو خودتون رو بسازید، با کشورهای دیگه در جنگ باشید، در صلح باشید. قسمت مولتی پلیرشو که من خیلی علاقه دارم، اینم خیلی جذابه. میتونید برید داخلش یک اسمی انتخاب بکنید و شخصیت خودتون رو بسازید و شروع کنید به بازی. بخش‌های مختلفی هم داره. شما تو همین قسمت چهره شخصیت هم میتونید اونجوری که دلتون میخواد اینو تنظیم کنید. قسمت ابروش مثلا، یا مثلا قسمت چشمشو، و همه قسمتاش کار شده. مدل مو، رنگ مو و بریم داخل. این دیگه دست خودتونه که به چه صورت میخواید صورتشو، چهرهشو درست کنید. دانو میزنیم، یه پرچمی انتخاب میکنیم. من این پرچم شیر رو دوست دارم و جاینو میزنیم و دنبال سرورها میگردیم. اینجا میتونید هز پلیر رو بزنید که به شما سرور خالی رو نشون نده. سرور خالی پینگای خیلی عالی هم داره، ولی خب کسی نیستش که بخواد جوین بشه. یه تیم دسمش پیدا شد با پینگ 178، 10 نفرم توش هست. بریم توش ببینیم به چه صورت. اوه حسابی شلوغ هم است. من نژاد نورد ها رو انتخاب میکنم و سوار کماندار پیاده. من پیاده رو انتخاب میکنم و شیلد ها رو برمیدارم که فقط با یه تبر شروع کنم. بریم ببینیم به چه صورت. تیم دسمش نیدستم. دستم در رفت. ابراز میکنه که بی‌طرفه، ولی من کاریش ندارم. بکشمش، اهمیت نمیدم. بازی خیلی جذابی. این به سادگیش معروفه این بازی. این ساعت ها میتونی شما رو لذت بده. خب افراد پرو و حرفه‌ای هم توش پیدا میشه که سالها دارن بازی میکنن. زمانی که من این بازی شروع کرده بودم تقریبا دوره راهنمایی بودم که بخش سینگل پلیرش رو بازی کردم با مونتن خالی بدون ورژن بود، که بعد واربندش اومد. قسمت مولتی پلیرش هم آزاد کرد. پیشنهاد میکنم برای کسی که بازی تاریخی دوست دارن و سیستم خیلی قوی هم نمیخواد، سیستم ضعیفی دارن، میتونن این رو بازی کنن. چند سرور شده.
یکی از مپ‌های معروف دیگه‌ش هم مپ آرنا هستش که بازم میتونید دو تا قوم انتخاب کنید و شروع کنید. الان سولتینیت رو انتخاب کردم با تبر توهند و ببینیم که چه خبر. مواظب این کماندار رو باید باشید، از اینجا یهو شروع میکنن به زدن، اعصابم رو برم میریزه. حالا بعضی از این انمی ها و یار مقابل ما میان ابراز دوستی میکنن که به ما حمله نکن، اگه تو حمله نکنیم تو چرا رفتی تو مقابل. به این صورت اینو با دوستانی که لپتاپ یا سیستم خیلی ضعیفی دارن میتونن انتخاب کنن این بازی رو، با مبلغ خیلی کم بتونن آنلاین بازی کنن، لذتش رو ببرن. سرور خیلی هستش، سرور خیلی زیاده، مثلا نگران سرور نباشید، سرور خالی که بتونید تیم تشکیل بدید، گروهی با هم دیگه مبارزه کنید، واقعا لذت بخشه. اگر حالا گروهی تیمی میخواید تشکیل بدید، بچه ها جمع بشن بتونید تو سرور بازی بکنید، من خوشحال میشم. آیدی استیم خودتون رو بذارید و همدیگه رو اد کنید بتونید بازی کنید. خیلی جذابه، بخش کمانداری داره، بخش سوار نظام داره. به این صورت یه بخش DLC هم اضافه کردیم بهش که میتونه حرکات جالبی انجام بده. این در حالت عادی این حالت وجود نداره، یا مثلا امو بزنید احساس پیروزی کنه، احساس خوشحالی کنه. سوالی داشتید کامنت کنید و کانال منو سابسکرایب کنید بتونم برای شما کلیپ های بهتر از بازی های بهتری رو بذارم.